تا حالا فکر کردی شاید توی بدنت طلا وجود داشته باشه؟ بله، درست شنیدی. بدن تو واقعا حاوی طلاست. بدن انسان از ترکیبات زیادی ساخته شده، از آب گرفته تا آهن، کلسیوم و غیره. اما دانشمندا کشف کردن که مقدار خیلی کمی طلا هم توی خون ما وجود داره. به طور متوسط در بدن هر انسان حدود 200 میلی گرم طلا هست، یعنی حدود 1/1000 اندازه یک دانه نمک. حالا تصور کن اگه بخوای این طلا رو از کل بدنت جدا کنی، به اندازه‌ای که فقط یه نقطه ریز طلایی رو روی یه سکه میتونی ببینی. ارزشش تقریباً کمتر از 1 سنت. ولی سوال مهمتر اینه که چرا اصلاً طلا توی بدن ما هست؟ طلا یکی از فلزاتیه که در طبیعت به مقدار خیلی کم در خاک و غذاها وجود داره. وقتی ما غذا میخوریم مقدار ناچیزی از اون وارد بدنمون میشه. بدن ازش در فرآیندهای شیمیایی و تعادل الکتریکی سلولها استفاده میکنه. هرچند هنوز دقیق نمیدونیم چقدرش واقعا لازمه. جالبه بدونی بدن همه انسانهای روی زمین روی هم رفته حدود 400 تا 500 گرم طلا داره. یعنی اگه کل جمعیت کره زمین رو ذوب کنیم، در نهایت به اندازه یه توپ کوچیک طلا به دست میاد. پس آره، تو واقعا یه طلای زنده هستی. فقط حیف که نمیتونی این طلا رو از خودت جدا کنی و بفروشی. اگه از این مدل دانستنی های عجیب خوشت اومد، حتما سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده.